الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه روزهای آخر صف زنهای بلاگر زیاد شده ایستاده است. نوارهایی نشر میکنند که در آن نه فایده دینی است نه دنیوی، بلکه تنها به گپ گرفتن مردم است و خلاص. شما خود قضاوت کنید که آیا کاروبار خانه و چیزهای شخصی خود را نواربرداری کرده به مردم نشان دادن یگان فایده دارد؟ رخت خواب زن و شوهر را نواربرداری کرده به مردم نشان دادن مگر پسندیده است؟ سبحان الله، این زنان مسلمان به کجا رفته ایستاده اند؟ کامera در دست هر کاروبار شخصی خود را نواربرداری می کنند. انا حاضر من صبحانه می خورم، انا حاضر من به بیرون می روم، انا حاضر من پسرم را به باغچه می برم، انا حاضر ما به بازار کاروان می رویم گفته خود را نواربرداری می کنند. خلاصه تمام کاروباری شخصی خود را نواربرداری کرده به نمایش می گذارند تا یک نواری شود و از آن پول به دست آید. همینش مانده است که چگونه در حاجت خانه نشستن و چگونه حمام کردنشان را نواربرداری کرده به نمایش گذارند. پناه به خداوند. با لباسهای جذاب و به حجاب خود را به نمایش می گذارند که در نتیجه مردان بلهوس چشمچران برایشان در کامنتری ها سخنان فحش و شهوت انگیز می نویسند. قسم به خدا که شما امروز این قدری که کردید، آینده شما را دیده دیگر دخترها خود را برهنه کرده نشان می دهند. چطوری که الکی بعضی دخترهای تاجیک چنین کرده ایستاده اند. ولی شما فراموش نکنید که به قدر گناهان آنها شما هم گناه می گیرید و در گناه آنها شما هم شریک می شوید. چون که سببگار آن همه بی حیایی ها شما بوده اید و شما این کار را آغاز کرده اید. از همه بدترش آن است که بعضی آنها قصه ها و سرگذشته های خودبافته و دروغین ثبت کردن نشر می کنند. براستی گویم پورنورسکاز نقل می کنند. پناه به خداوند. برای جالب شدن این نوار، نام نوار را چنین می گذارند که از آن بوی فتنه می آید. بینگرید که چی می نویسند. دختر شب و روز در آغوشم بود، جورم بزنی گرفتش. شوهرم کلین خانه منو تجاوز کرد. رئیسم منو در 16 سالگی تجاوز کرد. العیاذ بالله. بزمی چنین نامگذاری های حرام در روی نوارهایشان رسمهای مبتذل و بی‌حیایی میگذارند. به خاطر 2 تنگه پول یوتیوب این زنهای مسلمان به چه کارهایی دست میزنند و آخرت خود را برباد میدهند. خدایا زنان مسلمان را شرم و حیا عطا فرما. مراجعت من به زنان بلاگر این است که با این کارتان شما را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بدترین زنان گفته است. آیا این را می دانید؟ خوب گوش اندازید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای شما چی می فرماید. در روایت امام بیهقی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می گذارند و خودپسند و متکبر هستند و اینها مثل منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. روایت بیهقی. خواهری که به بلاگری مشغول هستی، این صفات هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان فرموده اند 100% در شما وجود دارد. آیا شما خود را به نمایش نگذاشته اید؟ هزاران مرد بلهوس چشمچران شما را دیده لب می لیسد و در کامنتری ها برای شما سخنان فحش و شهوت انگیز می نویسد. مگر چنین نیست؟ وقتی به شما نصیحت کرده شود از روی غرور و تکبری می گویید کار خودت را کن، یا می گویید رفته زن و خواهر خودت را نصیحت کن. مگر این متکبری نیست؟ از الله بترسید خواهران عزیز و پیش از انجام چنین کارهای ناروا خوب اندیشه کرده خود را سوال کنید که آیا خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم از این کار شما راضی هست یا نه. والسلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.